فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اما بازم همین بیننده در رابطه با نماز جمعه که بر چه کسانی فرض پرسیده؟ نماز جمعه بر هر مسلمان عاقل و بالغ و آزاده که حر باشه، آزاده باشه و مقیم باشه، یعنی مسافر نباشه، واجب هست. یعنی کسانی که در شهر خودشون زندگی میکنند، عاقل و بالغ و مکلف هستند، احکام شرعی رو به اصطلاح مورد خطاب الله متعال قرار میگیرند. حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنن ابو داود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الجمعه حق واجب على كل مسلم فی جماعت. نماز جمعه و جماعت جمعه حق واجبی هست بر هر مسلمان که در جماعت اینو باید خونده باشن الا اربعتون، 4 نفر رو در اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع مستثنا کردند. یکی از اونها عبد مملوک هست که امروزه وجودی نداره، یعنی برده زرخریدی که ملکیتش مال یک شخص دیگری هست، یا امرأتون زنی باشه، یا صبی باشه، بچه باشه، یا مریض باشه. این 4 مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم مستثنا کردن و بر بقیه لازم هست. و در سفر هم خوندن نماز جمعه فرض نیست بر انسان، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصا در سفری که آخری که داشتن برای حج، در این روز حج به اصطلاح در روز جمعه در وسط ایام قرار گرفت که چون در عرفه بودن، در اونجا نماز جمعه رو نخوندن بلکه همون نماز ظهر خوندن. پس بنابراین بر کسی که مسافر هست، بیمار هست، یا پسر بچه یا زن که به اصطلاح بر اینها نماز جمعه واجب نیست و بر بقیه واجب هست.